کو میکنی؟ من در تلویزیون کار میزنم. خیلی بیشی همونجا کو سر میکنی بیشی. همینجا بشینم. اخبار گفته. پول تو اینمونم. السلام علیکم تماشاگران عزتمند. اینک برنامه تلویزیونی اخبار است رئیس فیلم توسط به شما میستر کلی هفته سپشل در شهر دوشنبه در چشم کرده در نزدیکی این ویدی دوز را دستگیر کردند. صدراعظم نجمی و بهرام غفوری ساعت 12 شب بین تیغوراتگری از خانه بیرون شده و خانه عبیدالله سعدالله حمله کردند. عبیدالله سعدالله در حالت مست خواب بوده. از کاسه عبیدالله سعدالله 180 درم، از درون شیفانیر عبیدالله سعدالله چیزهای قیمت بها، توفی و میکه، دو پر کلوب، دو پچکه چای، دو پر نسکی و دو ترکه خونه را زیر کرده گریختند. از این کارها سردار گروه میلیسیا حسن چیلا خبر شده با کارگردان کرپسه جمهوری تاجیکستان خبر داده. کارگردان کرپسه جمهوری تاجیکستان دولتمند خال کرکیبک برده قاسم از این کارها خبر شده. هرچین غارتگرها را دستگیر کرده و درون کاخ برباد بردن. صدراعظم نجمی و بهرام غفوری به درون کاخ برباد برده. صدراعظم نجمیدین زدن تا با قدم خدا و اسم میکنی. ای رو تسیا کدامی ژورنالیست دروغ میگه؟ تو در تلویزیون گپ زده استی تو رو تمام جهان تماشا میکنه. تو دروغ میگی؟ تو رو خلق میدونه چیکار میکنه؟ سنگ شپت میکنه. نخواد ژورنالیست دروغ بگه. چه داره بزنی؟ تو فالبینی دروغ گفته استی.